گیریم بچه جان چایتونم خریم بگیریم. آچه جان نخورده باشتم اکه برم قد گامم بازی کنم. میلش فقط بر وقت ترک بیا 1 ساعت بازی کن بیا میلی. میلش آچه جان. آچه جان من نمیخوام که خواهرم کلان شوه. برای چی بچه جان؟ آدمیزاد کلان میشوه. برای که دیگرها با چشم بد نگاهش میکنن. آچه جان من اون روز بیرون رفتم یه دختر دیدم چند بچه غمش داده سبب من نمیخوام که خواهرم کلان شوه دیگرها با چشم بد نگاهش کنن. این دختری همسایه اون روز چوش سرش کرد آچه جان گریسته سبب خونه اکش آمد اکش گفت خیلی گون شایجه خونه برای تا جان نیسته گریسته سبب قطعی گلکچه هاش سرش کرد اکش ای خونه. بچه جان اگر خواهره که اکه داشته باشد باید از هیچ چیز نترسد. اکه ها باید کوشش کنند که درباره خواهراشان مثل کوه باشد و خواهر تواند که همه وقت در اکه خود تکیه کند. بچه جان اگر خواهی که من اعتراضی باشم و چگونه که مرا دوست می‌داری احترام میکنی اولین درجه انم خیلی خواهر ده دوست بداره احترام که انا هم وقت من اعتراضیم و هیچگاه نمون که اشک چشمش یکم کس برسونه. من باوری دارم که خواهر تا نگاه بین میکنی. آچه جان من وعده میتونم که کلان شیدم در پیش خواهرم رنگی کوه بستم نمونی همون کس اوی چشم شر رزونه. آچه جان من برم خواهرم در بیرون نگاه کنم. میلی بچه جان